به نام یاد الله مهربان. سلام بر شما بیننده های عزیز تلویزیون مشران و جرگه. خوشحالم که من احمد نوی ظاهری با تقدیم نمودن برنامه پایتخت در خدمت شما عزیزان قرار داریم. در افغانستان شما میدانید که اقوام مختلف، مذاهب مختلف در کنار همدیگر زندگی میکنند و این چمن را گل و گلزار کردند. در اینجا همچنان اهل هنود و سک‌ها نیز در افغانستان سالیان سال است که زندگی دارند. در این برنامه پرداختیم بر زندگی و روابط از اینها با دیگر اقوامی که در افغانستان، مذاهب دیگری که در افغانستان زندگی میکنند چگونه روابط دارند و چگونه زندگی خود را در افغانستان سپری میکنند، مخصوصا در پایتخت کشور عزیزمان افغانستان. پس می رویم در مورد از اینکه از چه زمان سک‌ها و همچنان اهل هنود در افغانستان زندگی دارند و چگونه زندگی خود به سر میبرند با هم یک معلومات کوتاه را میشنویم. باز هم در ادامه برنامه ما را همراهی کنید. در ماده 4 قانون اساسی افغانستان چنین تذکر داده شده است: ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند. بر اساس حکم قانون اساسی افغانستان و مراجعه به تاریخ افتخارات و خدمات نیک و شایسته، پاک و بی‌باک هموطنان اهل هنود و سک‌ها در افغانستان در امر دفاع از ارزش‌های ملی، حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، خانه مشترک افغان‌ها که خود از جمله ملت‌های ساکن در این خانه همگانی هستند، حق زیست مشترک دارند تا در پهلوی سایر اقلیت‌های کشور تمام حقوق و امتیازات ملی مدنیشان حفظ باشد. هموطنان اهل هنود و سک‌ها مانند سایر افغان‌ها خدمت زیر بیرق را مسئولانه و با افتخار انجام دادند و در همه حوادث و افتخارات ملی کشور در پهلوی هموطنانشان چون افغان و فرزند خانه مشترک ما افغانستان مکلفیت‌هایشان را انجام داده و می‌دهند. هموطنان اهل هنود ما مهاجر و مربوط به کدام کشور دیگری نبودند، بلکه ساکن اصلی این سرزمین بوده و هستند. در حال حاضر تعداد هموطنان اهل هنود و سک‌ها در تمام ولایت افغانستان به 800 تن بالغ می گردد که در تمام ولایت افغانستان در حدود 64 درمسال و 20 مندر دارند. در این مورد سناتور ازبق اوتوراسنگ در مورد تاریخچه و بود و باش اهل هنود و سک‌ها در افغانستان چنین میگوید: اهل هنود و اهل سک افغانستان به تعدادی که عمر خود ما 52 سال است، از او و پیشتر که اجداد و باباکارانای همان بودن. نظر به که ما معلومات حضری سفیده و بزرگای خود داریم که اونا برای ما قصه کردن و برای ما گفتن. از اسلام به پیش اهل هنود در افغانستان وجود داشت. بعداً باز اسلام وجود آمد و مذهب اهل سک که سکا با وجود آمده 320 سال می شود که مذهب سکا با وجود آمد که حالا فعلا اینمی صبح و دیگر صبح و روز تاریخ 24 و 25 و 23 این روز تجلیل میشه روز تولد مذهب اهل سک است که مذهب اهل سک با وجود آمده و از اسلام پیش به او وقت اهل هنود در افغانستان بوده. سابق خو برای شما هم شاید بهتر معلوم باشه و بزرگای ما هم که در تمام ولایت افغانستان اهل هنود و سک وجود داشت و نظر به جنگایی که در سال 1371 شروع شد، مثل که برادرای حدید مسلمان ما مهاجر شدن، اینی مثل برادرای اهل هنود و سک هم مهاجر شدن. فعلا در ولایت غزنی یک 30 فامیل مانده، در ولایت ننگرهار یک 30 فامیل مانده و 100 فامیل هم در خود کابل مانده و 2 فامیل هم در ولایت هرات است و 15 نفر مهاجرین که فامیلشان نیست در ولایت قندار می باشند که از ولایت خوست، پکتیا، لغمان، پروان، بگرام، این منطقه که برادرای اهل هنود و سک موجود داشتن همگی مهاجر شدن. و سابق در وقت دکتر نجیب الله با تعداد 2 لخ نفوس اهل هنود و سک در افغانستان وجود داشت
که فعلا ما تمام اهل هنود و سک خود ما که پیش ما راجستر است به تعداد 800 نفر میشه در تمام افغانستان. ما در تمام افغانستان 64 درمسال داریم و 20 مندر داریم. فعلا پیش ما 20 درمسال ما فعال است و 5 مندر ما فعال است و چندین درمسال ها که تقریبا در ولایت پروان است 4 درمسال، یکم در اخرای است، یک در دست خود ماست و یک دو درمسال هم در ننگرهار است و 3 درمسال هم در هلمند. اینا کلش در دست خود ما می باشه. باقی مانده درمسال های ما مردم غصب کرده. اون جای غصب کرده مثلا طرف های مشقی برین در کرنر و در شنوار و در جا این منطقه های دور دور دست مثلا در کتواز است و در پخسی است. این جا درمسال ها همه کش غصب شده یا مردم خانه جور کرده یا قلا جور کرده. مثل که حالا در درمسال لوگر ما بسیار یک درمسال تاریخی است، مگر امروز مردم اونجا با ورزشی جای ورزشی جور کردن، طفلایشان ورزش میکنن. به این شکل ما چندین بار با وزارت حج و اوقاف هم تماس گرفتیم. ما از وزارت حج و اوقاف هم بسیار تشکری میکنم، بسیار زیاد تشکری میکنم که اونا امرای ما بسیار سهم دادن دی کار و در کوشش هستن که درمسال هایی که غصب شده و جایداد درمسال که غصب شده باید از غاضبین خلاص شود و پس به اهل هنود و سک تسلیم داده شود. و در هر جایی که اهل هنود بوده اونجا یک شمشان یا هندوسوزان موجود بوده که برای شما بهتر شاید معلوم باشه که از سال 13/2001 ما یک هندوسوزان یا شمشان داریم با قلاچه بینیثار که به تعداد 120 سال می شود تاریخ دارد. در 120 سال ما مردم کسی منی نکرده بود، حتی طالبا که طالبا هم بود ما مردم منی نکرده بود، مگرم در حکومت آقای کرزی صاحب که به وجود آمد مردم محل ما را ممانعت ساخت نمی ماندن که حتی چندین بار بالای جسدات تجاوز کردن، سنگ زدن، بیل زدن، کلنگ زدن، قتل قطار زدن، موتورشان نماندن. خب مشکلات زیاد شد. از اون تاریخ تا امروز همین مشکل ما حل نشده. یک بار رئیس جمهور عامل کرده برای ما در پلیس چرخی جای داد، اونجا مردم ما را نمان، باز جاد نمان، باز لطبان داد نمان. فعلا یک جای بر نام شهرک انارکلی یاد میشه، اونجا انارکلی قبول کرده، اونجا رفتن و جای گرفتن که بعد اهل هنود دیگه هم قدش موافقه کردن. بیننده های عزیز باز هم سلام بر شما. شما هم در مورد از اینکه سک ها و اهل هنود در افغانستان از کدام زمان زندگی دارند دیدید و شنیدید و حالا هم اینجا را که تماشا میکنید در امثال اهل هنود و سک ها در افغانستان است که اینها مراسمی را در اینجا اجرا میکنند و عبادتگاه اهل هنود و سکات می رویم با هم میبینیم که اینها چگونه مراسم خود را اجرا میکنند. باز هم در برنامه پایتخت با ما باشید و همراهی ما نمایید.
بیننده های عزیز بازم خوش آمدید. حالا ما هم در گردواره قرار داریم یا اینجا هم در امثال میگن که در اینجا مراسم خود را افغان های اهل هنود و سیک ها در افغانستان اجرا میکنند. اینکه چگونه این مراسم را اجرا میکنند شما هم در تصویر تماشا بکنید. بیننده های عزیز، چون سیک ها و اهل هنود در افغانستان یک مراسم خاصی در امثال ها می داشته باشند، سنگ صاحب در کنار ما در قدم نخست می خواهم از اینها که به شما بیننده های عزیز خود معرفی بکنند. اسم من رویل سنگ، معاون شورای سراسری هندو باوران و سیک های افغانستان. شما گفته میتونید که شما به گفته شما که گردواره در اینجا شما چی مراسم مثلا کدام تایما اجرا میکنید؟ در مراسم دینی سیک ها 3 تایم ما عبادت داریم که نخست از برای تایم امروز 4:30 صبح شروع میشه و الی 7:30 بجه و یک تایم شام است و یک تایم خفتن است. ما 3 تایم عبادت داریم. 3 تایم البته مثل که دیگر مذاهب مثل برادرای مسلمان ما نماز میخوانند، ما 3 وقت عبادت داریم. باز در این مراسم از کدام قشر مثلا اشتراک میکنه؟ اطفال، زنان، تمام میتونن؟ بله، تمام هر کسی اشتراک کرده میتونن. برای گردواره با هیچ مذهب و با هیچ کسی ممانعت نیست. هر کسی میتونن بیاین ببینن. ما یک کتاب مقدس دینی برای گرو گرانت صاحب داریم که اون رو عبادت میکنیم و کتاب خداوندی است. سنگ صاحب ایرام گفته میتونین که شما دیگه چی مراسم دارین بجز از این که مثلا عبادتگاه، مراسم فرهنگی شما در عموم چه هست؟ گردواره در هر جایی که هستن ما تمام روزهای مذهبی را مثل همیالی که ما در آستانی 320مین سال روز ویساق قرار داریم که فردا شروع میشه. میله ویساق داریم، میله پورنماشی که روز مولود شریف گرو بابا نانک صاحب است. مراسم های هولی، دیوالی، هولا محله، دیپ مالا، مراسم های دیگه که از شهدای مذهب سیک شده تمام در روز و تاریخشان اینجا تجدید میشه. تو گفته میتونن که اگر بین در مورد فرهنگ شما که مثلا ایدها را به این گونه تجدید میکنین، عروسی های شما چگونه در خصوصا در افغانستان در مملکت ما که چگونه اجرا میکنین؟ آیا او هم در گردواره میکنین یا در خانه ها در هتل‌های عروسی چه رقم مراسم عروسی؟ مراسم فرهنگی هر یکیش جدا دست داره. البته که عروسی را پرسان بکنین ما نان در خانه جور میکنیم و مهمان ها میتیم. اگر در هتل هم باشه مشکل نیست، ولی نکاحش در حضور گرو گرانت صاحب اینجا در گردواره باید شود. نکاح در اینجا بسته میشه و دیگه مراسم در خانه میتونن بازادانه بگذارن. ایرام سنگ صاحب گفته میتونن که در مذهب شما تنها یک مذهب است یا چند مذهبی در بین شما است، مثلا هندوها، سیک ها یا مذهب دیگر؟ خیر، مذهب سیک ها البته جدا از خود مراسم دارن و برادرای هندو باوران ما جدا دارن که ما در کابل مندر اسماعی در جاده اسماعی داریم و یک درگاه چیز داریم که در باغبان کوچه است و در کابل ما 8 گردواره داریم که
البته مشترکاً ما تجلیل تمام مراسم یک جا میکنیم چون شورای ما مشترک است. یعنی فرق و قدر نداریم شما؟ فرهنگ و چیزی فرق دارن، فرق مراسم ها فرق دارن، چیز دارن، پرستش فرق دارن، چیز دارن، ولی ما با برادران مسلمان خودم عید تجلیل میکنیم، یک جای میشینیم، در خوشی ها در غم ها. خداوند دور داشته باشد از مردم افغانستان، خداوند یک سال را در افغانستان ما بیارن که مردم ما آرام شد. ما بر تمام مذاهب و تمام ملیت ها که در وطن ما زندگی میکنن احترام برشان داریم و مشترک مراسم ها تجلیل میکنیم.